بعد از مرگم به بقیه بگو از ایدز مردم، نه سرطان. اینطوری هیچ مردی جرأت نمیکنه با مادرت ازدواج کنه. این وصیت یه میلیاردر پیر به پسرش بود. پسر شوک شد. چی؟ چرا؟ برای چی باید همچین دروغی بگم؟ پدر جواب داد اینطوری همه چیز داخل خانواده میمونه و به تو ارث میرسه. سالها بعد اون پسر دیوید به یکی از دوستاش $100,000 قرض داد، اما بدشانسی آورد و رسید رو گم کرد. نه قراردادی، نه مدرکی، هیچی. با نزدیک شدن به موعد پرداخت، دیوید میدونست احتمال اینکه پولش رو پس بگیره خیلی کمه. پس یه حرکت جسورانه کرد. به دوستش ایمیل زد. فقط محض یادآوری، اون $150,000 که قرض گرفتی موعدش نزدیکه. دوستش دقیقاً همونطور که امیدوار بود جواب داد من که $150,000 قرض نگرفتم، $100,000 بود. و دیوید چیزی که لازم داشت رو به دست آورد. یه اعتراف کتبی از مبلغ واقعی بدهی. اون ایمیل تبدیل شد به رسید جدیدش. بعداً دیوید با اون پول یه رستوران باز کرد. چند روز بعد از افتتاحیه متوجه چیزی شد. سرآشپز یواشکی مواد اولیه رو از آشپزخونه کش میرفت. دیوید میخواست فوری اخراجش کنه، ولی اون آشپز واقعاً با استعداد بود و از دست دادنش میتونست همه چیزو نابود کنه. نصب دوربین ظاهر خوبی نداشت. اشاره مستقیم به قضیه هم میتونست نتیجه بدتری داشته باشه. چند روز بعد دیوید از آشپز دعوت کرد بیاد توی دفترش. براش قهوه ریخت. ازش خواست بشینه و یه پاکت هدیه بهش داد. توی پاکت $2,000 پول نقد بود. دیوید با لبخند گفت تو از روز اول با ما بودی. یه نفر گفت یه سری چیزا رو از آشپزخونه بر می‌داری، ولی من باور نمی‌کنم. با خودم گفتم شاید روزای سختی رو می‌گذرونی. برای همین یه هدیه کوچیک آماده کردم. خجالت نکش، تو برای ما خیلی مهمی. آشپز از شرمندگی سرخ شد. از اون روز به بعد هیچ چیزی از آشپزخونه کم نشد و آشپز سخت‌تر از قبل کار می‌کرد. هوشمندانه ترین روش برای برخورد با آدما زور یا درگیری نیست، بلکه خوندنشونه. خوندن ترس‌هاشون، احساساتشون، انگیزه‌هاشون، عادت‌هاشون. در دنیای امروز خوندن آدما با ارزش‌تر از خوندن تیکه‌های کاغذه. این یه غریزه نیست، یه مهارته و میشه یادش گرفت. و اکثر آدما این مهارت رو یاد نمیگیرن تا وقتی که دیگه کار از کار گذشته. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.